سلام دوستان، در ادامه ویدیوهایی که از زندگی روزمرم و شغلای مختلفم میخوام بذارم براتون، این نکته رو میخوام بهتون بگم در مورد نونوایی. من اصلا نونوا نبودم، به خاطر موقعیت روستایی که توش زندگی میکنیم که با مرکز شهرستانمون خیلی فاصله داره و من از شهرستان تو طی این 15-20 سال اخیر خیانت‌هایی به این روستا کرده بود. خیلی اتفاقی برای من شد توفیق اجباری که این نونوایی رو راه اندازی کنم. حالا که راه اندازیش کردم، تجربه‌ای که از نونوایی نداشتم. فقط به این بسنده میکنن که من 1 سال آزمون و خطا کردم تا این نونوایی رو بتونم نونشو به کیفیت برسونم. کل ماجرا هم برا من از یه حرف شروع شد که خیلی در حال شلوغکاری و فرافکنی و اینا بودن که حالا بماند که یه سری از مسئولین این جاهای کوچیک مثل روستای ما فقط گنده گنده صحبت میکنن و دنبال اهداف به اصطلاح سیاسی خودشونن، وگرنه دلشون برا مردم نسوزه. ما این اقدامو کردیم، کارو عملی کردیم. حالا که موقع سهمیه گرفتن بود، هیچ خبری نبود و هیچ کدوم پیداشون نشد، چون اصلا سهمیه‌ای وجود نداشت. حالا توجه کنید، 2 سال از روند شروع کردنمون میگذره و اصلا سهمیه‌ای وجود نداشته. اصلا سهمیه‌ای که به صورت کشوری از سال 93 به این بر اصلا صادر نمیشه، که خوشبختانه با هزاران ترفند و همکاری یه سری آدم که واقعا دلسوز مردم بودن، ما تونستیم این کارو انجام بدیم، به نتیجه برسونیم. هرچند خیلی مهمه این نکته هم عرض کنم خدمتتون، تو این 1 سال و نیم 2 سالی که مغازه راه افتاد ولی سهمیه پز نبود، ما باید مغازه رو میچرخوندیم. رفتیم آرد آزاد تهیه کردیم، یه مقدارش آرد کامل پخت کرد و یه مقدارم آرد سهمیه پزی که بعضی از نونباها به صورت آزاد میفروختن. این نکته هم بگم بهتون، شما نمیدونید این آرد آزاد آردی بود که از سهمیه پزا خریداری میشد که اگر میگرفتن به نوعی قاچاق حساب میشد، جرم بود اصلا. این هم شنیدید حتما. آدم بیشتر از این که حرف بزنه باید عمل کنه، اونی که باید ببینه میبینه. منم مثل شما 1001 جور حرف و حدیث پشت سرم بوده. حالا با این شرایط از یه طرف باید جوابگوی مردم می بودم، از یه طرف باید جوابگوی وام، از یه طرف باید جوابگوی خودم و سرمایه خودم می بودم. دوستان حالا حساب کنید با همه این تفاصیل گفتم هیچ چیز و هیچ تجربه ای از نونوایی نداشته باشی، چه اتفاقی قراره بیفته؟ حالا دوستان حساب کنید، منی که 7 صبح باید میرفتم اداره، 2 بعد از ظهر از اداره می اومدم بیرون، 100 کیلومتر رانندگی میکردم تا برسم به خود آبادی، برم تو مغازه خمیر بزنم، برم نهارم رو بخورم، شروع کنم بیام دوباره تو مغازه شروع کنم نونوایی تا 7 شب. دوباره بعد از ساعت 7 شب نیم ساعت 1 ساعت استراحت، دوباره سوار ماشین 100 کیلومتر رانندگی تا دوباره برسم به محل کار دولتیم و فقط بخوابم. حالا دوستان با این خلاصه‌ای که خدمتتون عرض کردم حساب کنید که من کشاورزی و پرورش اون گیاهی که 4-5 سال از عمرم پاش گذاشته بودم هم تو برنامه زندگیم بود. عزیزان با این شرایط مجبور شدم تو مغازه از نون 1000 تومانی پخت کنم با خاطر نوع مشتریام و یه جور نونم که نون به اصطلاح 20,000 تومانی ماست. هیچ تفاوتی تو شکل و ظاهر نمیکنه، فقط نوع آردش متفاوته. یکیش آرد سهمیه دولتیه و یکیش هم آرد گندم کامل که خودمون گندم رو پرورش میدیم، میبریم آسیاب آردش میکنیم، به اصطلاح آرد کامله. کم کم و به مرور زمانم مطمئن باشید درآمد کل مغازه رو خدمتتون خواهم گفت. و در کنار اون گیاهی هم که داریم پرورش میدیم و یه گیاه دارویی، چند تا کندو زنبور عسل هم گذاشتیم که واقعا یه عسل جادویی رو میخوایم خدمت مردم ارائه کنیم.
عزیزان خیلی تو چند دقیقه سعی کردم خیلی مختصر و مفید فعالیت 3 ساله زندگیمو خدمتتون بگم که شما هم میتونید اینجوری کار کنید. این نکته هم گفتنش خالی از لطف نیست. باور کنید تو 2 سال اول که سهمیه‌ای وجود نداشت و من آرد کامل آرد گرون داشتم پخت میکردم، شاید روزانه 500,000 تومان من داشتم ضرر میدادم برای راه اندازی این نونوایی، برای این مسئولیتی که قبول کرده بودم و تصمیم داشتم به سرانجام برسونمش.